امیر تتلو سلطان آرنبی ایران. امیر حسین مقصودلو زاده 30 شهریور 1366 در رشت و فعالیت حرفه‌ایش را از سال 1382 شروع کرد و اولین خواننده آرنبی ایران بود و از فعالیت‌های او در ایران آهنگ‌های انرژی هسته‌ای، شهدا و امام رضا، جهنم، برزخ، 78، شیطان و فرشته از بهترین آلبوم‌های دوران حرفه‌ای او بود. و بعد از حواشی این روزا امیر تتلو در 15 آذر از مرز بازرگان وارد ایران شد و به دست ماموران امنیت ایران دستگیر شد و امیدواریم که اتفاق بعدی برایش نیفته. زدن بال پرستومو نمیرسن به هم خطای ما، تو خط قرمز شدی رو آبی نقاشیم، چطوری میخواستی تو شعر من